دلم برای امام خیلی تنگ شده بود. یه روز همینطور تو اتاق بیمارستان جلو چشم افتاد، دیدم که عکس امام اینجا زده شده. خیلی خوشحال شدم از نگاه به عکس امام. گفتم که این تخت منو بذارید جایی که این روبروی من باشه. تخت منو از این سر اتاق برداشتن بردن اون سر اتاق گذاشتن که من به امام بتونم نگاه کنم. هر وقت نگاه میکردم چشمم به امام میافتاد، قلبم همچین شاد میشد و یه حالت انبساط پیدا میکرد. بله، دوست داشتیم امام، خیلی دوست داشتیم.